بالای 95% چیزایی که سال 98 تو این دفترم نوشتم و الان دارم زندگی میکنم. از مدل خونه‌ای که توشم، از مدل ماشینم، از حتی شهری که توشم، از مدل درآمدم، همه رو رسیدم. بابا 319 آیه قرآن خدا داره میگه بنویس. هر آن کسی که موفق شده به یه جای رسیده داره میگه بنویس. نون و القلم و ما یسرون، قسم به قلم و آنچه می نویسد. آقای زرین چجوری بنویسم؟ بلد نیستم. کاری نداره قربونت برم، بیا من بهت میگم. یه دونه کاغذ سفید برمیداری با یه دونه خودکار آبی، مینویسی من صاحب یک BMW 528 سفید هستم، هر خواسته ای که داری. من ماهی 100 میلیون تومان درآمد دارم. چجوری بنویسم؟ چند بار بنویسم؟ چند روز بنویسم؟ خیلی راحت، روزی 70 بار به مدت یک هفته انجام بده و ببین که چه زنگ عظیمی رو توی کائنات به صدا در میاری. از این روش قوی تر داریم برای نوشتن؟ بله، روش سناریو نویسیه، وحشتناک جواب میده. بلد نیستی؟ کاری نداره، اینم توی کانال تلگرامم رایگان توی یه دونه وایس به توضیح دادم. انجام بده، معجزه ها ببین ازش. فقط هم کافی کلمه نوشتن رو برام کامنت بذاری تا لینک کانال تلگرام رو توی دایرکت برات بفرستم. فقط قبلش باید پیجمو فالو داشته باشی.